با سلام، من حمید جیفرد هستم. MCM، دارای مدرک مایکروسافت سرتیفاید مستر سیکوال سرور و سرتیفاید سولوشنز مستر، البته چارتر ممبر هستم و CIW دیتابیس دیزاین اسپشیالیست. شرکتم راه حل‌های فردی و فرد سولوشنز هست و یک دفتر مرکزی تو مالزی کوالالامپور و دفتر تهران هم در حال حاضر در حال کار هستش. حالا میخوام در مورد این مموری OLTP صحبت کنم که بحث داغی هم هستش این روزها. این مموری OLTP چی هستش، اجزاش چیه، نیازهایی که برای ایجاد تیبل های مموری اپتیمایز هستش چی هستش، جداول مموری اپتیمایز چی هستن، ایندکس های مموری اپتیمایز چی هستن، این مموری کوئری چجوری پردازش میشه و اینکه تراکنش ها چجوری انجام میشن در محیط این مموری، چطوری بیایم حافظه رو تخصیص بدیم و چجوری بیایم درباره جداولی که داخل این مموری میخواد قرار بگیره چقدر حافظه باید تخصیص داده بشه، تنظیمات فایل گروپش و دیتا و دلتا فایل چیا هستن. در اول بیایم این بحث رو بکنیم که تا سیکل 2014 تمام جداول دیسک بیس بودن، یعنی داخل دیسک ذخیره می شدن، ولی از 2014 به این بعد یک تکنولوژی رو مایکروسافت ارائه کرد به نام این مموری OLTP انجین که می اومد جداول رو داخل مموری قرار میده، ولی همیشه یادتون باشه جداول متادیتاش داخل دیسکه ولی خود داده ها داخل مموری هستش. این چه قابلیتی داره؟ قابلیتش اینه که سرعت پردازش خیلی بالایی داره، تا حداقل 20 برابر 20 تا 30 برابر سرعتش بالاتر از دیسک بیس ها هستن. و اینکه حالا این سرعت برای چی بالاست؟ به این دلیل که لاک و لچ نداریم، لاک فری و لچ فری هستیم، ولی اینو در نظر داشته باشید که یه دونه سپین لاک همیشه هست. ما تو سیکوال 3 تا قسمت لاک داریم: لچ، لاک، سپین لاک. سپین لاک یه جور قفلیه ولی خیلی سبکه، انقدر سبکی که اصلا به سرعت بازدهی هیچ تأثیری نداره. درست؟ این مموری OLTP از سپین لاک استفاده میکنه به جای لاک و لچ. حالا چه مزایایی داره؟ کانتنشن رو از بین میبره، ترانزکشن لاگش خیلی کمتره، لیتنسی که برای اون حالت بازیابی داده ها زمان کمتر رو میبره، اجرای کوئری ها زمان کمتر رو میبره و اینکه آی او خیلی کم داره، عملیات آی اوش خیلی کمه یا حتی اصلا نداره. اگر تیبلتون نان دیوریبل باشه که اصلا آی او ندارید، اگر دیوریبل باشه که یه مقدار دیسک آی او دارید. بعد تو چه سناریوهایی به کار میره؟ اینسرتتون اگر همیشه یه جدولی دارید که فقط اینسرت داره، میتونید از این استفاده کنید. اگر آپدیت و دیلیتتون زیاده، سعی کنید از این نوع جداول استفاده نکنید، چون به دلیل اینکه سیکول سرور تو جداول این مموری OLTP حذف و آپدیت کردن رکورد ها رو در حقیقت حذف نمیکنه، نگر میداره، علامت گذاری میکنه برای حذف، ولی در حقیقت در حافظه هستش. بعد سناریو سرعت بالایی نیاز دارید، بیزنس لاجیکتون خیلی طولانیه، یعنی منظور از طولانی بودن نه که هزینه زیادی داره، تو از این استفاده کنید. اجزای این مموری OLTP اینا هستن، الان اضافه شده. قبلا دیسک بیس ها که بودش یه اکسس متد داشتیم، بافر پول منیجر داشتیم، اینا انجام میشد. الان که این مموری OLTP اضافه شده، یه دونه این مموری نیتیو کامپایلر اضافه شده، کوئری اینتراپریبیلیتی اضافه شده و استوریج انجین برای مموری اپتیمایز تیبل ها. حالا شما نگاه کنید، موقعی که یه دونه نیتیو استورد پروسیجر رو شما درست میکنید، قسمت این مموری نیتیو کامپایلر میاد اون استورد پروسیجر رو تبدیل به زبان C میکنه، برنامه‌نویسی C میکنه و یک DLL رو تولید میکنه. این DLL در حقیقت همون استورد پروسیجر شماست یا جدول شما میتونه باشه. و در آخر استوریج انجین برای جداولی که
مموری اپتیمایز هستن دقیقا فرق داره با اکسس متد ها. دو تا چک پوینت داریم اینجا، یه دونه آفلاین چک پوینت برای این مموری OLTP هستش، یه دونه چک پوینت برای دیسپیس ها اکسس متد هستش. از ترانزکشن لاگ هم استفاده میکنه اگر تیبلتون دیوریبل باشه، اگه نباشه که استفاده آنچنانی نداره. نیازهایی که برای استفاده از یک مموری اپتیمایز تیبل هستش اینه که اول پردازندتون باید 64 بیتی باشه، تعداد هسته های پردازنده سرورتون باید کمتر از 60 باشه که سرعت بازدهی بالا بره. شما اگه بیای 64 تا پردازنده بذاری، کور بذاری، یا بیای 128 تا بذاری، این ملاک نیستش که سرعت میره بالا، در حقیقت سرعت یه مقدار میاد پایینتر، به این دلیل که این مموری OLTP بهترین سرعتش رو همون پایین 60 است. و اینکه 2 تا سوکت داشته باشه یا 4 تا سوکت. حافظه کافی به اندازه جداول، 2 برابر جداول. حافظه کافی برای ذخیره سازی داخل دیسک برای دیوریبل تیبل ها، 2 برابر جدول. و اینکه پردازندتون باید از ماژول CMP Exchange 16B پشتیبانی کنه. حالا از نظر نرم افزاری چیا رو باید داشته باشید؟ SQL Server Enterprise یا Developer Edition 64 بیتی باشه. اگر سخت افزار پروسسورتون از CMP Exchange G 16B ساپورت نمیکنه، پشتیبانی نمیکنه، میتونه از Hyper-V استفاده کنه. و اینکه Enable Instant File Initialization رو هم فعال کنید، به این دلیل که موقعی که شما این مموری OLTP رو فعال میکنید SQL Server میاد به اندازه یا حالا حافظه‌ای که وجود داره و کورهایی که وجود داره میاد دیتا فایل و دلتا فایل تولید میکنه که این ممکنه سرعت بازدهی رو یه مقدار بیاره پایین. جداول این مموری OLTP ها چجوری هستن؟ اینو همیشه در نظر داشته باشید. جداول این مموری اپتیمایز تیبل ها به صورت رو ورژنینگ هستن، یعنی شما اگه یه رکورد رو آپدیت کنی در این جداول، این رکورد حذف نمیشه، رکورد قبلی وجود داره و یه رکورد جدید با ولیو جدید با مقدار جدید ساخته میشه و اینا به همدیگه ارتباط دارن. اینو در نظر داشته باشید که اگر SQL CLR کار میکنید به این مموری تیبل ها، به جداول مموری اپتیمایز، از طریق کانتکست کانکشن نمیتونید ارتباط برقرار کنید، باید یه کانکشن، یه اتصال جدید ایجاد کنید و بر اساس اون بیاید انجام بدید. و اینکه تمام رکورد ها در این مموری تیبل ها این قسمت رو دارن: بیگین تایم استمپ، اند تایم استمپ و پوینترها به ایندکس ها. هر این مموری تیبل هم میتونه مکسیموم حد اکثر 8 تا ایندکس داشته باشه که پرایمری کی هم شاملش میشه یا همون کلید اصلی، و در آخر هم که رو بادی یا همون کالم دیتا هستش. در شکل سمت راست پایین نگاه کنید، ما 4 تا رکورد داریم که 2 تاش آرکایو شده است، یعنی 2 تاش اصلا نشون داده نمیشه و 2 تاش اکتیو هستن، فعال هستن. جان بیجینگ بیگین تایم استمپش 200، اند تایم استمپش بی نهایت، یعنی هنوز اکتیوه. جان پاریس بیگین تایم استمپش 100، اند تایم استمپش 200، البته اکسپایر شده. و اینکه 90-150 سوزان بوگاتا این اکسپایر شده. و اینکه جین پرگ تایم استمپش 50 و بی نهایت. پس ما 2 تا رکورد داریم و این هم که 8 ایندکس هایی که شما می‌بینید. مموری اپتیمایز ایندکس ها چی هستن؟ ما 2 نوع ایندکس داریم تو این مموری OLTP. یه دونه هش ایندکس هستش که برای پوینت لوکاپ ها استفاده میشه. رکورد ها هش میشن، با یه تابع خاصی هش میشن و هششون داخل هش ایندکس تو باکت ذخیره سازی میشه. و اینکه به درد این میخوره که شما مثلا بین 1 میلیون و 2 میلیون یا هر چند تا رکوردی که هست دنبال یه رکورد خاص بگردید، این سرعتش خیلی بالاست. ولی اگر برای رنج رکورد ها هستید، میخواید دنبال یه رنجی از رکورد ها بگردید، بهتره که از نان کلاسترد ایندکس ها استفاده کنید. البته این عکسی که گذاشتن اینجا B3 هستش، ولی نان کلاسترد ایندکس توی مموری اپتیمایز تیبل ها به صورت BW3 ساخته شده. الگوریتمش فرق داره که لچ فری و لاک فری باشه، ولی اسپین لاک رو همیشه داره.
حالا میخوایم ببینیم که این مموری چجوری کوئری ها رو پروسس میکنه. همون جور که میبینید یه کوئری اینجا ساخته شده، ما اینجا کوئری رو ساختیم و اینکه اینجا اومده کوئری اومده تو پارسر الجبرایزر، کوئری تری ساخته شده، اپتیمایز کوئری پلان رو ساخته، بعد کوئری اکزیکیوشن گت رو صدا میکنه از توی متد اکسس متد ها و اکسس متد گت پیج و در آخر بافر پول. حالا اگر مموری اپتیمایز باشه تیبلمون، جدولمون مموری اپتیمایز باشه ولی کوئریمون تی سی کول باشه، حالا اون چجوری میشه؟ کوئری میاد کوئری تری و اپتیمایز پلان ساخته میشه، گت رو، ولی گت رو دیگه به اکسس متد اشاره نمیکنه، ببخشید گت رو به این مموری ران تایم انجین اشاره میکنه و رو ورژن رو از حافظه درخواست میکنه. حالا اگر نیتیو کامپایلیشن اف استور پروسیجر داشته باشیم چی میشه؟ در آخر میاد یه دونه کوئری تری و اپتیمایز کوئری پلان ها رو درست میکنه و در آخر یه DLL جنریت میکنه، همون که گفتم به زبون C، و موقعی که ما این رو صدا میکنیم میاد پارامترها رو به DLL میده، DLL رو میذاره در این مموری OLTP انجین صدا میکنه، اجراش میکنه، یعنی انتری پوینتش رو اجرا میکنه و میاد رپورت ها رو میخونه. حالا تراکنش ها تو این مموری چجور هستن؟ تراکنش ها تو این مموری OLTP 3 قسمت دارن. یه لوجیکال start تایمه، اول رگولار پروسسینگ، بعد ولیدیشن، بعد کامیت پروسسینگ. تو کل زمان زندگی این ترانزکشن، یک ترانزکشن تو این مموری تیبل ها این سه قسمت وجود داره. حالا تو قسمت رگولار پروسسینگ اول میاد بیگین تایم استمپش رو، زمان حال رو میذاره و بعد میاد عملیات تراکنش رو انجام میده و در آخر میاد اند تایم تراکنش رو میذاره. حالا اگر توی این قسمت رگولار پروسسینگ ما اومده باشیم داده هایی رو که داریم پردازش میکنیم از یه تراکنش دیگه باشه و اون تراکنش در نظر داشته باشید که هنوز کامیت نشده باشه، خب یه کامیت دیپندنسی میخوره این وسط، یعنی تراکنش پدر و تراکنش فرزند. حالا اگر تراکنش پدر رول بک بشه تراکنش فرزند هم رول بک میشه. اگر تراکنش پدر کامیت بشه تراکنش فرزند هم کامیت میشه. بعد از اینکه تراکنش پدر کامیت بشه میره تو قسمت کجا؟ ولیدیشن فیز. تو ولیدیشن فیز میاد چک میکنه آیزولیشن لول ها رو. دو تا آیزولیشن لول رو باید چک کنه، یه دونه ریپیتیبل ریده و یه دونه سریالایزیشن. باید نگاه کنه ببینه داده هایی رو که خونده برای تراکنش تغییر داده شده یا نه. اگر تغییر داده شده باشه که یه پیغام خطا به شما ارائه میده و میگه داده ها تغییر داده شده، نمیتونم داده ها رو تغییر کنم، نمیتونم کامیت کنم، پس رول بک میکنم. و اینکه اگر توی تراکنشتون یه رنجی از داده ها رو خونده باشید میاد با قسمت فانتوم رید میاد چک میکنه، به صورت فانتوم رید میخونه، میبینه که یه سری از رکوردهایی که خونده شده قبلا تغییر داده شده، اون رو هم تراکنش رو رول بک میکنه، نمیذاره تراکنش کامیت بشه. پس شما باید توی این مموری ترانزکشن ها، تراکنش هایی که برای این مموری تیبل ها هستش، همیشه یه دونه ریترای لاجیک رو داشته باشید. منطق این که اگر تراکنشتون رول بک شد به هر دلیلی یه بار دیگه بیاد اجرا بشه. خب حالا اینو شما میتونید تو استور پروسیجر تولید کنید یا میتونید تو برنامه‌تون داشته باشید. در نظر داشته باشید که این مموری ترانزکشن ها، تراکنش های این مموری کراس دیتابیس نیستن، یعنی شما نمیتونید از دیتابیس A یه تراکنشی به صورت این مموری داشته باشی به دیتابیس B، درست؟ شما نمیتونید کراس دیتابیس داشته باشید، ولی شما میتونید از تمپ دی بی استفاده کنید. تنها قابلیتی که الان در حال حاضر وجود داره، حالا ممکنه در آینده این قابلیت کراس دیتابیس هم درست بشه و مشکل برطرف بشه. حالا در قسمت بعد باید ما چیکار کنیم؟ قبل اینکه شما این مموری تیبل ها رو درست میکنید باید همیشه در نظر داشته باشید که حافظه کافی به این جداول بدید. شما اگه حافظه کافی به این جداول ندید یا باکت کانتتون به اندازه کافی نباشه سرعت سیستم میاد پایین. بعد در تعجب میشید که چرا این مموری OLTP سرعتش پایینتر از دیسک بیسه.
بعد آخرش هم گلگی میکنید میگید مایکروسافت محصولاتش خوب نیست. این بحث محصولات نیست، بس اینکه شما شاید درست طراحی نکردید. حالا به این مثال نگاه کنید. یه جدولی داریم به قول گفتنی 9 تا ستون داره. 5 تا ستون اولش اینتیجره، 4 تا ستون بعدیش کاراکتر هستن. یه پرایمری کی نان کلاسترد داریم، 3 تا هش ایندکس داریم و یه دونه نان کلاسترد ایندکس. ما هش ایندکس همون باکت‌های 5 میلیونی هستش. برای اینکه بیایم حافظه اینجور جداول رو، این مموری تیبل ها رو ما بیایم حساب کنیم، باید بیایم اینجوری حساب کنیم. اول یه قسمت برای جدول میخوام، یه قسمت برای هش ایندکس، یه مقدار حافظه برای نان کلاسترد ها و یه مقدار حافظه برای رو ورژنینگ، برای اون گذشته رکورد ها. خب حالا برای تیبل باید چیکار کنیم؟ تایم استمپ رو به علاوه ایندکس پوینتر ها میکنیم به علاوه تعداد ستون هایی که داره. حالا 24 بایت تایم استمپمونه، بیگین و اندمون. 4 تا ایندکس داریم به جز پرایمری کی ها، پرایمری کی حساب نمیشه اینجا. 4 تا ایندکس داریم، 4 تا 8 بایت به علاوه دیتا تایپ ها. خب که میشه 5 تا 4، 3 تا 50 و یه دونه 30. کلا میشه 256 بایت. ضرب در 5 میلیون میکنیم، جدولمون فقط میشه 1 گیگ و 280 مگ. حالا بیایم هش ایندکس ها رو حساب کنیم. باید هش ایندکس ها رو راوند آپ باکت کانت کنیم، یعنی اینکه اگر ما 5 میلیون گذاشتیم چه عددی دو به توان چه عددی نزدیکترینه به باکت کانت اون و باید بیشتر باشه، یعنی بیشترین نزدیک. خب یعنی یه عددی بالاتر از 5 میلیون ولی نزدیک به 5 میلیون. اون رو حساب میکنیم و بعدش ضرب در یه دونه پوینتری که داره میکنیم، 8 بایت پوینتر. کلا شده الان هش ایندکس اون برای این جدولمون، هر ایندکس هش ایندکس شده 64 مگ. 64 ضرب در 3 192 مگ برای هش ایندکس ها. یه دونه نان کلاسترد ایندکس داریم که ایندکس پوینتر به علاوه تمام ستون هایی که تو قسمت نان کلاسترد هست. یه 8 بایت داریم و یه دونه هم 4 بایت دیتا تایپشه، ضرب در 5 میلیون 57 مگ. و در آخر قسمت رو ورژنینگ، باید بیاین رو ورژنینگ رو اینجوری حساب کنیم که در یک ثانیه چند دفعه رکوردمون آپدیت یا دیلیت میشه. حالا ما یه رکورد داریم تو یک ثانیه 10 دفعه آپدیت و دیلیت میشه. حالا هر اون رکوردمون هم 256 بایت، ضرب در 10 میشه 2.5 کیلوبایت. 2.5 کیلوبایت. حالا میایم اینجوری حساب میکنیم، میگیم 30% از تمام داده هامون تو هر ثانیه تغییر میکنه. درست؟ 30% از داده هامون از 5 میلیون میشه 3 گیگ و 66 گیگابایت. پس یعنی کل حجم جدول این مموری OLTP مون جمع 1 گیگ و 280 192 مگ 57 مگ و 3 گیگ و 660 مگ هستش. این باید چیز بشه. شما اگه بیای 1 گیگ و نیم برای این جدول مموری اختصاص بدی، خب مطمئناً سرعت پایینتری داری و مسلماً خیلی از دردسرها و کانتنشن ها باز هم ایجاد میشه. تنظیمات فایل گروپ چجوری هسته؟ شما اینو در نظر داشته باشید که وقتی این مموری OLTP رو فعال میکنید، یه سری دیتا فایل و یه سری دلتا فایل به وجود میاد برای دیوریبل تیبل ها. دیتا فایل ها داده ها رو از حافظه داخل دیسک ذخیره میکنه و دلتا فایل ها تغییرات رو نشون میده. در حقیقت اینجوریه که اگر یه رکوردی پاک بشه از تو حافظه، از این مموری تیبل، تو قسمت دلتا فایل می نویسه که رکورد شماره فلان حذف شد ولی رکورد هنوز وجود داره. پس موقعی که میخواد لود کنه این رکورد رو خودش تو حافظه حذف میکنه یا نمیخونه. خب در نظر داشته باشید که بعضیا میگن خب دلتا فایل رو توی یه دیسک بذارین، دیتا فایل رو روی یه دیسک دیگه. این بالانس نمیکنه. باید دیتا و دلتا فایل ها کنار هم باشه که تا بشه بالانس کرد. این مموری تیبل ها تا 8192 تا فایل و دیتا فایل و دلتا فایل قبول میکنن، بیش از اون نمیشه. به همین دلیل یه مقدار پالیسی مرج وجود داره که بعداً توضیح میدم.
و اینکه در نظر داشته باشید اگر مقدار حافظه سرورتون پایین یا مساوی 16 گیگ باشه، هر دیتا فایلی سایز 16 مگابایت میشه. ولی اگر بالای 16 گیگ سرور حافظه داشته باشه، هر دیتا فایل 128 مگ حجمش میشه. اینو باید در نظر داشته باشید که همیشه 4 تا کانتینر درست کنید، چون سیکول سرور دیتا فایل رو تو کانتینر اول، دیتا فایل رو تو کانتینر دوم میذاره اگر بیش از یه دونه کانتینر داشته باشید. پس 4 تا کانتینر درست کنید، دوتای اول روی یه هارد دیسک، دوتای دوم رو هارد دیسک دیگه که بشه بالانسشون کرد. حالا دیتا و دلتا فایل ها چجوری هستن؟ گفتم دو تا چک پوینت داره، یه آفلاین چک پوینت وجود داره، یه دونه چک پوینت برای دیسک بیس. حالا شما اگر میخواید یه جدول دیوریبل دارید و داده ها روی حافظه هستش و میخواید اینها روی دیتا فایل ها و دلتا فایل ها نوشته بشه، چجوری میشه؟ شما میتونید به دو روش انجام بدید. یه روش دستیه که دستور چک پوینت رو اجرا میکنید و این دستور چک پوینت میاد چک پوینت ترید رو برای دیسک بیس ها و برای این مموری تیبل ها انجام میده که برای این مموری تیبل ها به اسمش آفلاین چک پوینت. این آفلاین چک پوینت تریدی که هستش میاد اول لاگ رو میخونه، رکورد هایی که اضافه شده، تغییر داده شده، دیلیت شده یا آپدیت شده رو در میاره و اینکه روی دلتا فایل ها میریزه و بعد دیتا فایل ها رو هم پر میکنه. یعنی در حقیقت در یک زمان این کارا رو انجام میده. خب و در آخر فایل رو میبنده. حالا اگر به صورت اتوماتیک وار باشه چجوری میشه؟ اتوماتیک وارش یه ترشهولدی داره. اگر فایل تراکنشتون به اندازه 512 مگ حجم اضافه شده باشه، یعنی اگر الان 1 گیگابایت باشه، اگر بعد از یه سری تراکنش شده باشه 1 گیگابایت و 512 مگ، آفلاین چک پوینت و چک پوینت دیسک بیس ها اتوماتیک وار انجام میشن، به قول گفتنی اجرا میشن. ولی اینو در نظر داشته باشید که میتونه از اون 512 مگ 2 مگش فقط این مموری OLTP لاگا باشن، 510 مگش ممکنه دیسک بیس باشه. یعنی سیکول سرور به این اهمیت نمیده که کدومشون داره بیشتر لاگ میذاره. اگر سایز لاگ اضافه بشه این عملیات انجام میده. حالا ما گفتیم قبلش که دیتا فایل هامون یه حدی داره، 8192 تاست. خب اگر به این حد برسه چی میشه؟ یه مرج پالیسی داریم. اگر شما نگاه کنید دیتا فایلی داده هایی که حذف شده ازش بیشتر باشه، بیشتر از 50 یا 30 یا 50 باشه، با دیتا فایل دیگه مرجش میکنه، یعنی قاطیش میکنه. الان تو این مثال نگاه کنید، دیتا فایل هایی که تایم استمپشون بین 200 تا 300 و 300 تا 400 بیشترین پاک شده ها رو دارن. بعد از عملیات مرج که داخل آفلاین چک پوینت انجام میشه، قبل اینکه بیاد بنویسه این کارا رو انجام میده، دیتا فایل تایم استمپ 200 تا 300 300 تا 400 حذف میشه و یه تایم استمپ یه دیتا فایلی رو درست میکنه به نام رنج 200 تا 400. یعنی رنج 200 تا 300 حذف میشه 200 تا 400. این از مرج پالیسیه. شما میتونی به صورت دستی هم مرج کنی. شما میتونی بیای یه استور پروسیجری هستش ران میکنی و اون مرج میشه. حالا به اون حد نمیخوام بریم چون ما فقط میخوایم در مورد چجوری کار میکنه صحبت کنیم. حالا اگر سوالی دارید میتونید به ایمیل شرکت enquiry@farsolutions.com یک ایمیل بزنید. این آدرس شرکت و وبسایت شرکتمون هستش. اگر خیلی دوست دارید مقالاتی رو در مورد سیکول سرور بخونید از نوشته های من، میتونید به وبسایت شرکتمون مراجعه کنید و به قسمت آپدیت برید، منوی آپدیت، منوی بلاگ، و در اونجا میتونید پست هایی رو که من میذارم رو بخونید. با تشکر، امیدوارم از این سشن استفاده رو برده باشید. با امید دیدار.